بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب إن شاء الله در این درس از فصل فيما لا يكره للمصلي ادامه دهیم. این فصل در مورد آن عملها و چیزهایی هست که برای مصلی، برای نمازگزار مکروه نیست. چون که عموما وقتی که مؤلفین، وقتی که البته علما وقتی که چیزهای مکروهات رو ذکر میکنن، برای خواننده یا برای آموزگار بعضی سوالها خلق میشود که این عمل چی؟ آیا این عمل رو کردن نیز مکروه میباشد؟ این گونه سوالها چون که خلق میشود، آنها برای جواب دادن این سوالها و برای آن که آموزگار بفهمد که چگونه قاعده در این مسئله ها تطبیق می شود و در مسئله های مقابل تطبیق می شود، برای همین بعضی مثال ها رو برای ضد چیزهایی که مکروه حساب نمی شوند ذکر میکنند، تا اینکه آموزگار خوب بفهمد که این مثال ها برای مکروهات بود و این مثال ها برای غیر مکروهات بود. اگر نه، این باب حتی ضرورت نیست. چیزهایی که ذکر نشده است در مکروهات عموما مکروه نمی باشند، اما برای وضاحت دادن و برای یعنی کاملا به شک و شبهه برای آموزگار آسان کردن این فصل را مقرر کرده است. لا یکره، مکروه نیست. شد الوسطی، بستن کمر. فرق نمی کند با چی باشد، یا با ضرورت باشد به ضرورت باشد. و تقلد بسیف و نحوه اذا لم يشتغل بحركته. دویم چیز با این شرط مقید هست، بسته هست یا وابسته هست، چون که بله، یعنی دویمش این است که آویزان کردنی یا گرفتن شمشیر یا هر چیزی که به مانند آن باشد، اگر اگر حرکت های او را مانع نشود، یا اینکه حرکت های او را مانع نشود، یا از سببی زیادتر حرکت کردن او نشود. خب اگر مشغول نکند حرکت های او را، این گونه میتوانیم ترجمه کنیم. یعنی میتواند شمشیر باشد، میتواند یک خلطه باشد، میتواند یک ریسمان باشد. این چیزها اگر مخصوصا اگر ضرورت باشد برای آویزان کردن یا برای در پهلو داشتن، مخصوصا برای کسانی که صلات الخوف میخوانند یا کسانی که در حالت جنگ یا ناآرامی هستند، برای آنها البته جایز هست، حتی اگر با آنها کمی خلل هم رساند. اما اگر خلل نرسانند کاملا جایز هست و مکروه هم نیست. البته شمشیر و غیره باید نجاست نداشته باشند. برای همین است که صحابه رضی الله عنهم شمشیرهای خود را با لته تازه میکردن اگر استفاده میکردن پیش از نماز خواندن. و عدم ادخال یدیه فی فرجیه و شقه علی المختار. و داخل نکردن هر دوی دستها در فرجیه و شقه، در همون قسمی کشودی یا قسمی که باز می شود از آستین ها، از آستین چپ و راست، همون دو قسمت هایی که باز هست. در اینجا عباره کم ترک ناواضح هست، خوب متوجه شوید. در اینجا عدم و ادخال، داخل نکردن، گویا این گونه معلوم می شود به خواننده که داخل نکردن مکروه نیست. البته که یعنی هدفش این است که داخل کردن مکروه نیست. اگر کسی آستیناش کشاد باشد، آستیناش باز باشد و دستهای خود را کمی دستایش، اگر آستیناش در بالای دستایش، در بالای کف دستش یا پشت دستش مخصوصا اگر باشد، اینقدر دراز باشد، اگر دستهایش کمی در دو طرف آستیناش اگر داخل شود، در شقه، در همون جای باز شوی، جای شکسته، یعنی شقه اصلا جای شکسته لباس رو گفته می شود، اما لباس نمی شکند. لباس جای باز شوی دارد، جایی که هوی هست، جایی که کشاد هست از دو آستین. اگر کسی دستانش رو به همون دو جای کشاد، جای باز شوی هر دوی آستین چپ و راست اگر داخل کند، این جایز هست، مکروه نیست. خب عباره این در اینجا کمکک ناواضح هست، اینو درست ترجمه کنید و درست بفهمید. یعنی که در اینجا عدم اگر نمی گفت واضح تر می بود. یعنی ادخال یدیه فی شقتی، مثلا کمیه اگر می گفت درست می شد، واضح تر می شد عباره، اما با که ندارد، برای همین بعضی وقت شرح یعنی واضح تر می کند. و توجه لمصحف او سیف معلق.
او ظهر قاعد يتحدث. میگوید و توجه کردن یعنی رو آوردن نماز خواندن به طرف مصحف یا به طرف شمشیری که آویزان باشد. شمشیر یا چیزی که آویزان باشد، یعنی فرق نمیکنه در دیوال در پیشش اگر مصحف باشد یا کتاب ها باشد یا خلطه باشد یا مثلا لباسی باشد یا شمشیری باشد آویزان باشد باکی ندارد. یا اگر به طرف پشتی یک کس نشسته نماز بخواند که او در گفتگو مشغول باشد. او ظهری یا پشتی قاعد کسی نشسته یتحدث که در حالتی گپ زدن باشد. او شمع او سراج على الصحیح یا به طرف شمعی یا اینکه چراغ نماز بخواند طبق قولی صحیح. خب این را من به شما اشاره کرده بودم که این چگونه فرق میکند از آتشدان، منقل، تندور. برای اون که این چیزهای خرد برای استفاده هر روزه و برای استفاده اکثر مردم استفاده میشود و چیزهای خرد هست، مخصوص آتش پرستان نیست و شباهت زیاد ندارد با همان چیزی که آتش پرستان استفاده میکنند. در حالی که آتشدان یعنی استفاده می شود به آتش پرستان، یعنی از سبب شباهت زیادتر بودن در چیزهای کلان کراهت دارد. اما باز هم الله سبحانه و تعالی به نیت انسان نگاه میکند و به نیت انسان وابسته هست. اگر انسان البته نیت نکند گرچه که کراهت دارد اما نمازش البته که قبول می شود. اما شمع و چراغ این باکی نداره. بعضی وقت حتی انسان نیاز می داشته باشد که شمع را یا چراغ را در پیشش گذارد تا اینکه سجدگاهش را ببیند در یک حجره که تاریک باشد و غیره. والسجود على بساط فيه تصاویر لم يسجد عليها. یا سجده کردن بالای یک بساط یک چیزی که انسان هموار میکند، میتواند قالین باشد، میتواند یک فرش باشد، لطه باشد، فرق نمیکند. یک لطه‌ای که در آن تصویرها باشد اما در خود تصویرها سجده نکند، یعنی تصویرها داشته باشد اما بالای خود تصویر سجده نکند. خب این را شاید شما سوال کنید که برای چی این گونه میگوید، این کمک متضاد یا اینکه ضد معلوم می شود با اون چیزی که در بالا گفت. شاید ما میتوانیم این را این گونه بفهمیم که این تصویرهایی هست که به حد خرد هست یا تصویرهایی هست که غیر زیرو هست. یعنی تصویر هست گل مثلا یا ستاره ها هست یا اینکه مثلا تصویر و صورتی هر چیزی که باشد غیر زیرو هست، درخت است. خب یا اینکه تصویر هست به حد خرد هست یا اینکه تصویر در یگام جای قالین هست اما از او دور هست، در جایش سجدگاهش نیست. خب در این حالت میگوید که کراهت ندارد. یعنی ما باید این رو در همان کانتکستی و سیاق خودش بفهمیم. و قتل حیة و اقرب خاف اذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر. و قتل کردنی یعنی کشتنی موره یا اینکه کژدومه، البته اگر بترسد خوف کند از ضرر آنها، ولو اگرچه با چندین تا ضربه باشد و اگرچه با انحراف یعنی با جنبیدن یا تغییر دادن سمت سینه خود از قبله باشد طبق قولی ظاهرتر. یعنی چی؟ یعنی که اگر موری را ببیند یا کژدمی را ببیند و بترسد که هر دوی این چیزها به اون نزدیک شده ایستادند، از او دور نمی روند، یا اینکه یک مورچه میدهکی که زهرناک نباشد نیست، یعنی ترس داشته باشد، اجازت دارد که آنها را بزند و کوشش کند که آنها را قتل کند، حتی در نماز هم باشد، یعنی حتی با عمل کثیر هم باشد. بضربت به همین اشاره میکند و حتی اگر سینه‌اش از قبله انحراف کند یعنی تغییر کند، گردد، این تنها اجازت هست در حالتی ترس داشتن و یعنی ترس حقیقی داشتن یا ترس زیاد داشتن از ضرر آنها. اگر کسی از آنها ترس نداشته باشد یا آنها به نزدیکی او نباشند یا تواند که آنها را دور کند یا قلف کند، بالایش یک کاسه ماند، مثلا در وقت نماز همین قدر تواند که بالایش یک کاسه ماند یا بالایش یک بالیش ماند یا یکم چیز، اگر این قدر با عمل قلیل
و با جنبش کم اگر تواند که یعنی خود را در امن نگه دارد این بهتر هست، اما در این حالت خوف میتواند که آنها را دور کند. ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع. میگوید که اشکالی نیست، باکی نیست اگر بنفض ثوبه، اگر لباس خود را تکان دهد، یعنی بأس نیست یعنی باکی نیست با تکان دادن لباسش. کی لا تا اینکی، کی یعنی لکی لا تا اینکی، یلتصق لا یلتصق تا اینکی نچسبد با بدنش در وقتی رکوع کردن. کمتر اگر کسی لباس خود را از خود دور کند، کمک تکان دهد، این کراهت ندارد. میگوید ولا بمسح جبهته من التراب او الحشیش بعد الفراغ من الصلاة. و این چنین مکروه نیست که پیشانی خود را مسح کند یا تازه کند از خاک یا علف بعد از فارغ شدن از نماز. خب چون که انسان از نماز الکی فارغ شده است، یعنی این اگر این گونه کند و با یگان خیل نیتی عملی را بعد از نماز اضافه کردن نباشد، یگان با نیتی بدعتی نباشد، با نیتی یگان خیل من برکت میگیرم از این عملم مثلا نباشد، همین خیل برای تازه کردنی، چون که همین گونه عمل ها وجود دارد که بعضی ها این گونه عمل ها رو میکنند اما این گونه عمل ها اونقدر اساسی قوی ندارند در حدیث. برای همین اگر کسی تنها برای تازه کردن پیشانی خود از خاک یا از چی گفتم علف یا همین خیل برای مثلا اگر درد کرده باشد کمک برای پیشانی خود را اگر تازه کند یا رسد، این باکی ندارد. ولا قبل الفراغ اذا ضره و شغله عن الصلاة. و حتی در نماز پیشانی خود را تازه کردن باکی ندارد، مکروه نیست اگر او را ضرر دهد یا او را مشغول سازد از نماز. یعنی اگر در پیشانی چیزی چسبیده باشد یا علفه یا خاک چسبیده باشد و خواهد همان را تازه کند، اگر تازه نکند در دوران نماز در فکر همان می ایستد. برای آن که فکر خود را دوباره به طرف نماز بیارد اگر تازه کند این مکروه نمی باشد. اگر باید داشته باشد در فستی پیشینه اگر او را ضرر نرساند پس تازه کردن پیشانی خود چی می شود؟ مکروه می شود. ولا بالنظر بموقع عینیه من غیر تحویل الوجه. و اشکال نیست، باکی ندارد، یعنی مکروه نیست نظر کردن با کنج چشمانش بغیر از تغییر دادن یا دور دادنی روی خود. دیدید؟ یعنی که اگر انسان تنها چشمانش رو به هر طرف گرداند، این طرف رو نظر کند اون طرف رو، حتی با یک شخصی که در همان اتاق در همان حجره داخل می شود به همان شخص هم نظر کند با چشمانش رویش رو نگرداند، این کراهت ندارد، گرچه که خلاف آداب نماز است، خلاف خشوع نماز هست. اما دویم چیز چی است؟ اگر روی خود رو گرداند به تغییر دادن سینه خود، این شد مکروه الکی. چون که در مکروهات ما خوندیم که اگر کسی رویش رو گرداند با گردنش، یعنی که خود گردن هم بجنبد، سر بجنبد، در این حالت مکروه می شود. و همین که سینه از نماز جنبید این نماز را فاسد می کند. دیدید فرق رو بین هر سه چیز؟ این گونه به فکرتون بگیرید. ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبوط. میگوید که ولا بأس، باز هم لا بأس معنا دارد باکی نیست یا مشکلی نیست، یعنی در اینجا مکروه نیست نماز خواندن بر فرش ها، یعنی فرش میتواند مترس باشد، و البسط و قالین ها، و اللبود و لبود اگر بیادتان باشد در یک فصل علی لبدین آمده بود، لبود جمعی لبدین می شود، یعنی یک لطایی که پختگی باشد. خب فرق نمی کند که همون یک چیزی که هموار کرده می شود. باکی ندارد نماز بالای فرش ها و بالای قالین ها و لطه ها، اما این با کدام شرط هست؟ اگر باید داشته باشه با شرطی که سرش سختی زمین رو حس کند. اگر این گونه مترس باشد که مترس هم اگر تجربه داشته باشد در وقتی خریدن مترس مغازه ها سه واریانت رو پیش میکنن، میگویند که مترسی نازک و مترسی سخت و در میانه. بعضی مترس ها به حد سست می باشند. انسان اگر نماز
خواهد بالای مترس خواند، بدنش به هر طرف می رود، به هر طرف به هر چقوری می افتد. برای همین بعضی مترس ها می شود، بعضی مثلا کورپچه ها می شود، کورپچه هایی که سخت‌تر باشد یا اینکه بهت تنک باشد و سختی زمین حس شود، اما بعضی ها و اکثر مترس ها و کورپچه ها نمی شود. برای همین احتیاط کنید. کمپل ها، بعضی کمپل ها بهت تنک می باشند، سختی زمین باز هم حس می شود. بعضی کمپل ها بهت دبل می باشند و بهت نازک و سست می باشند. انسان وقتی که بالایشون سجده می کند، در همون چقوری همون چیز پیشونیش می رود پایان، از بدنش پایان می شود. این گونه بالای این گونه چیزها سجده کردن درست نیست. والافضل الصلاة على الارض او على ما تنبته. و بهتر این است، میگوید این تنها فضیلت دارد، البته این گونه کردن ضروری نیست. میگوید که بهتر است که انسان بر زمین یا بر چیزی که زمین میروید نمازی خود را بخواند. این تنها فضیلت دارد، اما این گونه چیزی که گفتم کردن لازم نیست. ولا بأس بتکرار سورتی فی رکعتین فی النفل. و با که نیست، مکروه نیست تکرار کردن یک سوره در 2 رکعتی نمازی نفل. دیدید در اینجا میگوید در 2 رکعت، یعنی که هدفش در همون مسئله قبلی هم در 2 رکعت بود. یعنی که در نماز نفل این گونه کردن باقی نیست، اما در نماز فرض اگر باید داشته باشید حکمش دیگر بود. اکنون میگذاریم به یک فصل دیگر. میگوید فصل فیما یوجب قتل الصلاة و ما یجیزه و غیر ذلك. این فصل در مورد اون چیزهایی هست که قطع کردن نماز، یعنی شکستن نماز را واجب میسازد، و اون عملها و اون گویم که شرایطها یا حالتهایی که قطع کردن نماز را اجازت میدهد و دیگر صحنه ها و مسئله ها. یجب قطع الصلاة باستغاثة ملحوف بالمصلی. یکم مسئله بهد آسان و واضح این است که واجب هست شکستن نماز با استغاثه. استغاثه یعنی کمک و یاری جستن، طلب کردن کمک. ملحوف این شخصی رو گفته می شود که در مصیبت زده باشد. شخصی مصیبت زده، شخصی که در مصیبت باشد، در یک نیازمندی و حاجت ضروری داشته باشد، در مصیبت افتیده باشد، این رو ملحوف گفته می شود. مصلی خیلی نمازگزار، یعنی که واجب هست قطع کردن نماز با یاری جستن یا با کمک طلب کردن شخصی مصیبت زده از نمازگزار. یعنی فرق نمی کند که کی کمک طلب دارد یا در سختی و در دچار مشکلات شده باشد. میتواند مادر پدر باشد، میتواند یک شخص بیگانه باشد. تا وقتی که نمازگزار بداند که همان شخص از او کمک طلب دارد و علی خصوص وقتی که کسی دیگر برای کمک کردن اون نباشد، در این حالت نماز را قطع کردن برایش واجب میگردد، برای آن که یک نفس را از هلاک شدن کمک کند و نجات دهد. لا بنداء احد ابویه. نه اینکه با ندا کردن یکی از پدر و مادرش. یعنی چی؟ در اینجا شاید حیران شوید. یعنی که مادر و پدرش اگر تنها صدا کنند او را و یگان خیلی نیازمندی نداشته باشند، البته اگر نیازمندی داشته باشند مادر و پدر در این ملحوف هم داخل می شوند، اما همین خیلی اگر او را صدا کنند در نماز فرضی برای آنها جواب دادن لازم نیست میگوید. اما اگر در نماز نفل باشد، امام طحاوی در اینجا میگوید که اگر در نماز نفل باشد و اگر پدر مادری او نداند که او در نماز باشد، باید نمازش رو قطع کند و به آنها جواب دهد. خب و این هم چندین تا مسائل دارد و چندین تا حالت ها دارد. مثلا اگر بعضی وقت انسان میداند که یعنی بعضی وقت این وابسته به عادتی همون فرزند هست، به عادت های همون مادر و پدر هست. بعضی مادر و پدران از همون آوازشون فرزند میفهمد که مادر و پدرم در نیازمندی یا در یک ضرورت شدید هستند. بعضی وقت یعنی از آوازشون میفهمند که همین خیل صدا زدنی معمولی هست برای چای خوردن، برای گپ زدن، برای مثلا چیزهای معمولی. بعضی وقت یعنی در بعضی خانه ها فرزندان میدونند که اگر مادرم بفهمد که من در نماز هستم، من رو صدا نمیکند. میدوند مادرم میخواهد که من نمازم رو درست بخوانم و به یگان خیل خلال
در بعضی دیگر خانه ها فرزندان مثلا نماز خوانده نمیتوانند یا با مشکلات هستند یا اینکه نماز خود را به جایی میخوانند، شاید مادر پدرشون مسلمان نباشد یا اینکه مادر پدرشون ضدی یعنی نماز خواندن باشند، والله اعلم. دیگر چندین تا در اینجا حالت ها هست، این وابسته به همون حالتی فرزند و مادر پدر می باشد. اما گپی اساسی همین است، قاعده اساسی همین است که اگر مادر پدر در حالتی ضروری باشند، البته که فرزند میتواند نمازی حتی فرضی خود را شکند، اما اگر در حالتی ضروری نباشند و حتی غضب هم نشوند و بفهمند که شاید در خواندن نماز هست، در این حالت جواب دادن آنها ضروری نیست، مخصوصا نمازی فرضی. اما اگر نمازی نفلی باشد، امام طحاوی میگوید که نمازی نفلی خود را میتواند بشکند. و یجوز قطعها بسرقة ما یساوی درهما ولو لغیره. دیگر مسئله این است که نماز رو قطع کردن، شکستن جایز هست اگر با دزدیدن آن چیزی که، یعنی اگر کسی از او دزدد یک چیزی که به 1 درهم برسد، برابر 1 درهم باشد، یعنی که یک قیمتی کلان داشته باشد، قیمتی یعنی مثلا یک کاغذ نباشد یا مثلا یک بقلشکه آب نباشد، یک چیزی باشد که کمتر قیمت تر باشد، یک ارزشی داشته باشد. اگر یک چیزی باشد که یک ارزشی داشته باشد و او را یک کسی خواهد که از شخص نمازگزار بدزدد، در این حالت نمازگزار میتواند که نماز خود را قطع کند و مال خود را حمایت کند و حفظ کند. چون که در اسلام یعنی قاعده و احکام شرعی برای ما داده شده است تا اینکه 5 چیزهای اساسی را حفظ کند. اینها رو گفته میشد حفظ الضروریات الخمسه، 5 ضرورت های انسانی را اسلام برای حفظ کردن احکام چی کرده است؟ نازل کرده است. یکم اینها نفس می باشد، خود نفس. برای همین بعضی احکام ها برای یعنی در امان نگه داشتن نفس ها و مردم ها وارد شدگی هستند. بعضی احکام ها یعنی حفظ کردن جان انسان، نفس انسان. برای همین خود انسان هم اجازت ندارد که عملهایی را انجام دهد که به نفسش و جانش ضرر رساند و او را یا یک کسی دیگر را به هلاکت کشاند. این است نفس. دوم هست نسل. برای همین احکام وارد شدگی هست در اسلام به خلاف مخلوط یا آمیخته کردن یا اینکه ناعیان کردن نسل ها یا مشکوک کردن نسل ها، به خلاف این اسلام احکام ها را وارد کرده است. برای همین یعنی زنا و آن چیزی که به آن میکشد، این چیزها حرام شدگی هستند تا اینکه نسل هم چی شود؟ حفظ شود. و همین خیلی سوم چیز هست مال. برای همین هست که در اینجا تحت همین قاعده حفظ کردن مال های مردم، اگر کسی یک چیزی ارزشمند داشته باشد و کسی در وقت نماز خواهد که از او بگیرد، میتواند که نماز خود را قطع کند، آن چیز را دوباره بگیرد یا حفظ در امان نگه دارد و بعدا نماز خود را بخواند. چهارم چیز از برای فایده برای شما میگویم، این هست حفظ کردن عقل. برای همین است که به خلاف نوشیدن شراب و آن چیزهایی که به مانند اوست احکام وارد شده هست. و پنجم چیز حفظ کردنی چی می باشد؟ عرض، یعنی که احترام و چی میگویم حرمت انسان، خب، و آبروی انسان. خب این رو در نظر داشتم، آبرو و عزت انسان. برای همین است که به خلاف تهمت کردن شخصی بیگناه و تهمت کردن زنی پاک دامن و غیره احکام شدید وارد شدگی هست. این شد 5 چیزی که اسلام برای حفظ کردنش، 5 چیزی از همه اساسی و ضروری که انسان برای حفظ کردن این چیزهای هر یک نفر و این چنین جامعه احکام ها رو وارد کرده است. به هر حال و خوف ذئب علی غنم، و ترس داشتن از گرگ بالای حیواناتش یا بالای گوسفندهایش. میتوانیم بگویم گوسفند باشد، البته چی باشد، بوز باشد، همش ما تحت همین داخل می شود. اگر این گونه خوف داشته باشد میتواند فورا رفته یعنی همین حالت رو دوباره اصلاح کند، درست کند
برقرار کند و دوباره برگردد. او خوف تردی اعمى فی بئر و نحوه. یا یک مثال دیگر رو در اینجا پیش کرده است که یا اینکه خوف کند از افتیدن شخصی نابینا در چاه یا به مانند همین. میتواند چاه یا جای خطرناک باشد، چقری باشد، یا حتی طفلی که به چقری افتیدنش ممکن باشد، یا طفلی که به نزدیکی آتش یا یک چیزی یا آب رفته ایستاده باشد. خب همه این صحنه ها هم ما تحت همین داخل می شود. و اذا خافت القابلة موت الولد فلا بأس بتأخيرها الصلاة. و اگر قابله یعنی قابله میگوید دایه میگوید اگر دایه ترسد از موت، از فوت شدنی، از یعنی مردن، یعنی مردن فوت شدن کودک یا حتی مادر میتواند باشد، با که ندارد تأخیر دادن او نمازش را، با که ندارد اگر او نمازش را کمی تأخیر دهد. و تقبل علی الولد و همان کودک را چی کند؟ یعنی کمک کند یا اینکه توجه خود را به کودک دهد. و کد المسافر اذا خاف من اللصوص و قطاع الطریق جاز له تأخیر الوقتیه. و این چنین اگر مسافری اگر بترسد از لصوص، اگر از دزدها یا اینکه راهزنها اگر بترسد، یعنی مردم خطرناک، راهزنها و غیره، برای او جایز هست که نمازی وقتیه خود را، یعنی نمازی همان فرضی خود را، نمازی که در همان وقت باید بخواند، جایز هست که او تأخیر دهد. خب تا اینجا شد بعضی حالت هایی که در آنها نماز را قطع کردن از مابین و دوباره برگشتن جایز می شود. بعضی حالت ها ضروری می شود، واجب می شود، و در بعضی حالت ها حتی نماز را کمتر تأخیر دادن بهتر هست از فوراً خواندن و در این مشکلات ها دچار شدن. و در این دو جمله آخران در مورد کسی که در خواندن نماز سستی کند و این چنین دوم کسی که حتی فرض بودن نماز را چی کند؟ انکار کند، در مورد هر دوی اینها حکم گفته می شود. و تارک الصلاة عمدا کسلا، و کسی که تارک باشد، تارک اسم فاعل هست، کسی که نماز را ترک کند، تاریک باشد، یعنی تاریک تاجیکی نه، تاریک یعنی که ترک کننده نماز باشد، قصدن از روی تنبلی، یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منه الدم، باید که با شدت زده شود. ضرب یضرب، باید شدید زده شود، یعنی لطوکوب کرده شود، تا اینکه حتی از آن خون جاری شود، یعنی تا حد خون آلود شدن باید زده شود و باید بندی کرده شود، حتی یصلیها، تا اینکه به نمازهای خود برگردد. یعنی که و این چنین کسی که ترک کند تاریک و صوم رمضان، و کسی که روزه فرضی رو، یعنی روزه ماه رمضان رو هم قصدن ترک کند از جهتی تنبلی. این است مسئله یکم. مسئله کسی که فراموش نکنید در اینجا چندین تا قیود هست، یعنی شرط ها هست، باید شرط ها به نظر گرفته شود. به این شرط ها این حکم تطبیق نمی شود، کسی در غلط فهمی نافتد. اما ما از این حکم شرم هم نمیکشیم، یعنی بجو هم نمیشویم، این را نمیگویم که نه این گناه نیست، نه این هست و ما با این گناه احکام هم فخر میکنیم. خب روی معتدل و اعتدال هم همین است. خب برای اون که این گرچه که یک کم سخت معلوم میشود، اما در این فایده ها هست. برای اولا خود همون انسانی که لطوکوب میشود برای آخرتش فایده هست. خب چون که این شخص در غفلت هست یا در تنبلی هست و با یک تکان خوردنش آخرتش چی می شود؟ محفوظ می شود، یا آخرتش البته بهتر می شود. به هر حال در اینجا شرط ها کدام ها هستند؟ یکم این است که قصدن ترک کرده باشد نمازش را یا روزش را، قصدن دیده و دانسته، و مکلف هم باشد. البته این را هم فراموش نکنید، یعنی که شخصی که از عقل بیرون باشد، یا شخصی که مثلا بیمار باشد، یا شخصی که در جنگ باشد، یا شخصی که مسافر باشد، کسانی که برای آنها روزه و نماز موقتا یا برای همیشه اگر حتی چی نباشد، بر ذمه آنها حتی واجب یا فرض نباشد،
یعنی ما در مورد این گونه نفرها گپ نمیزنیم. این تنها در مورد کسانی می باشد که مکلف هستند، بالغ هستند، شرایطش را دارند، عذر ندارند و غیره، دیده دانسته در حس و حواسشون هستند و آنها قصداً از روی تنبلی، نه از روی مجبوری، نه از روی مثلا غلط فهمی، از روی این گونه چیزها نه، از روی تنبلی ترک میکنند. و این گونه هم نیست که من و شما میرویم و یک گروه را جمع میکنیم و این نفر رو میزنیم. این گونه نیست. بلکه اولا این برای مردها هست، مرد زده میشود. دوم این در دارالاسلام می باشد، وقتی که یک قاضی مقرر شده دارالاسلام اگر باشد. متاسفانه در زمان ما دارالاسلام یا نیست طبق بعضی اقوال، یا اینکه به حد کم هست. خب و در دارالاسلام باید یک قاضی مقرر شده همون دولت باشد، قاضی مسلمان باشد. یعنی این کار رو من و شما از جامعه یک چند نفر یک جای شدن نمی رویم نمی کنیم. مردهای جامعه رفتن نمی کنن. این کار رو باید ما تحت قاضی اسلامی، قضاوت اسلامی، با طریقه درستش، با همون قضاوت همون قاضی باید کرده شود. خب به چطوری گفتم زن زده نمیشد، این برای مردها هست، این در دارالاسلام هست، ما تحت قاضی مسلمان هست و این معنای آن رو ندارد که این انسان رو نصیحت کرده نمی شود. همین که فهمیدن می روند و می زنند و خونش میکنند، خون بارانش میکنند. نه، این گونه نیست. اگر قاضی این گپ رو اول بفهمد، اولا باید جستجو کند، تحقیقات پیش برد که آیا این گپ درست هست. اگر اون نفر بیاید و انکار کند، بگوید که نه من نمازم رو میخونم، تمام این قضیه بود شد. تا اینکه همون مدعی، کسی که دعوا میکند، اگر مثلا حجتی رو نآورد یا اینکه دلیل رو پیش کرده نتواند که این انسان نماز خود رو نمیخواند، تا اون وقت همون دعواش قبول کرده نمیشود. اما فرض کنیم که دعواش قبول کرده شود و دلیلی پیش کرده تواند، یا همون شخصی مدعی علیه گفته میشود، اگر خودش اگر اعتراف کند، اولا قاضی میتواند که او را نصیحت کند و او را مهلت دهد. خب و بعدا همچون راه آخران یا طریقه آخران بعد این بالایش تطبیق کرده می شود. و این بود مسئله یکم. و مسئله دوم این است ولا یقتل الا اذا جحد او استخف. و او را قتل کرده نمی شود مگر شخصی که جحده، انکار کند نماز یا روزه را، یعنی فرضیت یا حجیت آنها را. یعنی که در اسلام نماز گفتنی چیز، روزه گفتنی چیز یک حکم شرعی هست از جانب الله سبحانه و تعالی. اگر این را کسی انکار کند، در آن وقت اگر از این انکار کردنش اگر بر نگردد، اگر نصیحت را قبول نکند، بر نگردد به دین، به اسلام، به قبول کردن این احکام، در آن وقت در دارالاسلام ما تحت قضاوت قاضی کشته می شود. کسی که جحد، انکار کند احکام اسلامی را، یا اینکه استخفه، یا اینکه آنها را خفیف شمارد، یا اینکه با آنها در مورد احکام اسلامی شوخی کند، یا آنها را در مورد آنها شوخی کند، یا آنها را تخفیف کند، یعنی که حقیر داند، برای حقیر و ناچیز داند. در این حالت اگر دارالاسلام باشد و قضاوت اسلامی باشد، این گونه شخص احتمال هست که او قتل کرده می شود. خب اکنون انشاءالله می گذاریم به باب الوتر. خب انشاءالله یک 10-15 دقیقه دیگر هم میگذاریم. تمام این باب 2 صفحه دیگر هست، زیاد معلوم میشود، اما در اینجا 2 دعا هست که 2 پاراگراف هست، اینها اونقدر زیاد نیستن. هر دو اینها رو هم انشاءالله بود میکنیم و بعدا درس رو در وقفه میگذاریم. از درس آینده در نوافل بعد داخل میشویم انشاءالله. خب انشاءالله دوام میدیم. باب الوتری، این بابی نمازی وتر میباشد. اولا امام شرنبولاری با حکمش آغاز میکند. الوتر واجب، وتر طبق فقه حنفی واجب شماریده میشود. برای این چندین تا دلایل هست، به حد این مسئله کلان هست و یعنی انشاءالله هر وقتی که عربی رو خوب فهمیدید و اگر عربی رو حاضر خوب فهمید و خواهید که تمام تفصیلاتی
یعنی مذهب حنفی رو در این مورد ببینید و بخونید و جوابهایی که به دیگر مذاهب داده می شود، دیگر مذاهبی که سنت میگویند نماز وتر رو اگر خواندن خواهید. امام طحاوی رحمه الله، یعنی الله سبحانه و تعالی راضی شود از امام طحاوی، علاقه در این مورد بود تفصیل نوشتگی هست در کتابهایش، در کتاب شرح معانی الاثار، شرح مشکل الاثار. تمام احادیثی که ما همچون دلیل استفاده میکنیم برای واجب بودن نماز وتر آنها رو پیش میکند و بعدا جواب میدهد بر مخصوصا بر مذهب شافعی که این نماز وتر رو واجب شمار نمیکند و همین خیل یعنی جواب و سوال و جواب همین خیل در کتابش با تفصیل موجود هست. اما برای ما همین قدر کفایه میکند که ما حکمش رو بدانیم که واجب هست. و چگونه باید خوانده شود یا طرزش چگونه هست؟ و هو 3 رکعات بتسلیمة، میگوید که وتر طبق فقه حنفی 3 رکعت هست با 1 سلام، چون که در بعضی دیگر مذاهب 3 رکعت رو با 2 سلام میخوانند. بعد از 2 رکعت اول سلام میدهند، بعدا میخیزند، 1 رکعت طاق و تنها رو میخوانند و بعدا دعا میکنند بعد از در وقت خواندن قنوت و بعدا رکوع میکنند. خب یعنی طبق فقه حنفی 3 رکعت با 1 سلام باید خونده شود. یعنی در بین 2 رکعت ما می نشینیم، تشهد رو میخونیم، یعنی تحیات رو میخونیم و دوباره میخیزیم و بعد از خواندن 3 رکعت چطوری که حاضر میگوید دعای قنوت رو که خوندیم، بعد در آخری 3 رکعت 1 بار سلام میدهیم. یعنی به حد مانندی دارد به نماز مغرب. تنها در نماز مغرب چی می شود؟ در 3 رکعت البته سوره بعد از فاتحه خونده نمی شود، دعای قنوت خونده نمی شود. حالان که در نماز وتر تا همونجا یک خیل هست با نماز مغرب، اما بعد از آن بعد از فاتحه سوره علاوه کرده می شود و الله اکبر گفته می شود و دعای قنوت خونده می شود. پس این رو ببینیم چی میگوید. و یقرأ فی کل رکعت منه الفاتحه و سوره، میگوید در هر 3 رکعتی نماز وتر باید که سوره رو بخواند، بخشش باید فاتحه رو بخواند و سوره رو بخواند. و یجلس علی رأس الاولیین منه، و در آخری باید داره، من گفتم رأس الاولیین سری 2 رکعت اول، یعنی که در آخری 2 رکعت اول باید که بشیند و یقتصر علی التشهد، و تا آخری تشهد یعنی تا آخری التحیات باید که بخواند و بعدا میخیزد برای 3 رکعت. میگوید ولا یستفتح عند قیامه للثالثه، و باید استفتاح نکند. استفتاح اگر باید داشته باشید این به چی اشاره است؟ سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک، دعای آغاز کردن نماز. میگوید که دعای آغاز کردن نماز رو نمیخواند وقتی که در حالتی برخیستن، یعنی برای 3 رکعت، یعنی سبحانك اللهم رو نمیخواند، میخیزد و یعنی با فتحه و سوره رو باید بخواند. و اذا فرغ من قراءة السوره فيها، و بعد از خواندن سوره الفاتحه و یک سوره دیگره، رفع یدیه حذاء اذنیه، مرد باید دستان خود را تا گوشهای خود بلند کند. زن میدانیم که چگونه فرق میکند. ثم کبر، زن هم دستای خود را البته بلند میکند تا بالای کفتای خود یا تا آخری کفتای خود یا تا کفتای خود میتوانیم بگوییم، انگشت‌ها تا کفتا برابر باشد. ثم کبر و قنت، هر دوی آنها تکبیر میگویند در حالت رفع کردن بالا کردن دستهای خود، و قنوت میخوانند در حالت قائما، در حالت ایستاده. قبل الرکوع فی جمیع السنه، پیش از آن که رکوع کنند، و این در تمام سال این گونه باید کرده شود. یعنی این مخصوص رمضان یا مخصوص بعضی ماه‌ها نیست، این تمام سال رو در بر میگیرد نماز وتر و با همین طرز باید خوانده شود. ولا یقنط فی غیر الوتر، و قنوت را دعای قنوت را نمیخواند در غیر از نماز وتر. یعنی در نماز فجر مثلا قنوت خوانده نمی شود، گرچه که طبق دیگر مذاهب آنها میخوانند، مثلا مخصوصا در وقت نازله، در وقت یک مصیبته. والقنوت، اکنون میگوید قنوت چیست، یعنی کدام دعا رو ما در نظر داریم. میگوید معناه الدعاء، قنوت خودش معنایش دعا هست، یعنی که وقتی که
فاتحه و سوره رو که میخواند و الله اکبر که میگوید قنوت میخواند، یعنی دعا میکند. و این روایت هست از ابن مسعود که ما میخوانیم. چی میگوید؟ اللهم انا نستعینک و نستهدیک و نستغفرک. خب این رو من ترجمه میکنم برای شما شکسته. در بعض روایت ها نستهدیک نیست. اگر شما انا نستعینک و نستغفرک این گونه هم بگوید، یعنی در معنی خلال نمیرسد و همون چیز هست. اللهم ای الله یا الهو، انا نستعینک، ما از تو یاری میخواهیم، طلب میکنیم، و نستهدیک و از تو هدایت یا راهنمایی طلب میکنیم، و نستغفرک و از تو آمرزش میخواهیم، و نتوب الیک و به سوی تو توبه میکنیم، و نؤمن بک و نتوکل علیک و به تو ایمان داریم و بر تو توکل میکنیم، و نثنی علیک الخیر کله. در بعضی روایت ها و نثنی علیک الخیر کله نیست، این هم باقی ندارد. خب و بر تو همه خوبی ها رو، همه خیر رو یا همه ثنا رو نسبت میدهیم. نشکرک ولا نکفرک، تو رو شکر میکنیم و یعنی به تو ناشکری نمیکنیم یا تو رو انکار نمیکنیم. و نخلع و نترک من یفجرک، و ترک میکنیم یا اینکه آنی را که آن کسی که نسبت تو نافرمانی میکند، یعنی من یفجرک، آن شخص را ترک میکنیم. نترک و نخلع و از او کناره میگیریم و ترک میکنیم آن کسی که تو را نافرمانی کند. اللهم ایاک نعبد، ای الله تنها تو را عبادت میکنیم. ولک نصلی و نسجد، و برای تو یعنی نماز میخوانیم و سجده میکنیم. و الیک نسعی و نحفد، و به سوی تو یعنی سعی میکنیم و میشتابیم. نرجو رحمتک و نخشى عذابک، به رحمت تو امید داریم و از عذاب تو میترسیم. این عذابک الجد، در بعضی روایت ها جد نیست، اگر کسی با این بگوید یا به این بگوید هر دویش درست هست. این عذابک الجد بالکفار یا این عذابک بالکفار ملحق، که بیشک عذاب تو یا عذاب قطعی تو به کافران میرسد. و صلی الله علی النبی و آله و سلم. والمؤتم یقرأ القنوت کالامام، اگر کسی در ماه رمضان مثلا در وقتی که نماز وتر با جماعت باشد، اگر از پس امام نماز خوانده ایستاده باشد، آیا میخواند یا خاموش می ایستد؟ آیا این به مانند قرائت است که باید مؤتم خاموش ایستد گوش کند، یا اینکه آیا این به مانند اذکار و تسبیحات است؟ برای همین در اینجا امام شرنبولری میگوید که مؤتم باید که قنوت را بخواند به مانند امام، خودش به خودش میخواند. اکنون در اینجا عموما بعد از این طبق فقه حنفی ما به رکوع می رویم و نماز را طبق معمولی و پایان می رسانیم. اما اگر امام شروع کند در دعا کردن بعد از دعای قنوت، در این حالت چی باید کرد؟ یعنی که این می تواند حالتی شود که اگر این حالتی باشد که امام دعا کند برای یک ضرورت یا برای یک مصیبتی که همان قوم دچار شدگی هستند، یا برای دعا کردن، یا میتواند این مسئله در مورد این باشد که اگر شخصی از پس امام میخواند که همون امام یعنی طبق یک مذهب دیگر دعا کند، در این حالت چی باید کرد؟ قال ابو یوسف، یعنی که میگوید که اگر امام شروع کند در دعا کردن بعد از دعای قنوت، قال ابو یوسف القاضی، یعنی که شاگرد امام ابو حنیفه میگوید یتابعونه و یقرؤونه معه، در این حالت مؤتم هم میتواند که متابعت کند امام را و با او یعنی بخواند دعا را، این دعای بعدی را. و قال محمد، و محمد یعنی الشیبانی دیگر شاگرد امام ابو حنیفه و اینچنین شاگرد ابو یوسف هم میشود. امام محمد میگوید که لا یتابعونه ولکن یؤمنونه، مؤتم ها یا مقتدیان متابعت نمیکنند امام را، بلکه آمین میگویند بر دعای او. و دعا هو هذا، و دعا چنین هست، یعنی دعایی که کرده میشد عموما دعا این هست: اللهم اهدنا
بفضلك في من هديت. این را هم ترجمه میکنم. ای الله ما رو هدایت کن، ما رو با فضل خود هدایت ده، در جمع همان کسانی که هدایت کردی یا همان طوری که دیگر کسانی رو هدایت کردی. و عافینا فی من عافیت، و ما رو عافیت ده یا در امان دار چنانی که دیگران رو در امان نگاه داشتی. و تولنا فی من تولیت، و ما رو سرپرستی کن چنانی که دیگران رو سرپرستی نمودی. و بارک لنا فی ما اعطیت، و ما رو برای آن چیزی که عطا کردی برکت ده. و قنا یا ربنا شر ما قضیت. این هر دو این کلمه ها که در مابین دو خط می آید، بفضلک و یا من، در بعضی روایت ها این قسمت های اضافگی موجود هست، در بعضی روایت ها نیست. برای همین حیران نشوید، هر دویش درست هست. و قنا یا ربنا شر ما قضیت، و ما رو از شر آن چیزی که قضا کردی یا مقدر کردی حفظ نما. انک تقضی ولا یقضى علیک، بشک تو قضا کننده ای یا قضا کننده هستی و کسی نمیتواند که بر تو حکم کند. انه لا یضل من والیت یا من والیت، هر کسی که با تو دوستی کند خار نمی شود. لا یضل یا ذلیل نمی شود. ولا یعز من عادیت، و هر کسی که با تو دشمنی ورزد سرفراز نمی شود یا عزیز یعنی بلند مرتبه نمی شود. تبارکت ربنا و تعالیت، ای پروردگار ما تو مبارک و بلند مرتبه هستی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. و البته درود و برکت، درود و سلام بر محمد و خاندان و یاران و یعنی اصحابش باد. خب این بود این دعا. اما من برای شما وضاحت دادم که این دعا خواندن نمی شود. اما در اینجا امام شوربلری میگوید که اگر امام دعا را بخواند، اگر طبق دیگر مذهب باشد یا مثلا دعا کند برای یک روزی مخصوص یا برای یک مصیبت مخصوص، پس مؤتم در این حالت چی باید کرد؟ از سببی که بین دو شاگردان امام ابو حنیفه اختلاف هست، در اینجا هر دو قول آنها را ذکر کرده است. خب یک صحیفه دیگر باقی مانده است، انشاءالله صبر کنید، این را هم تمام میکنیم. احکام آسان و گوناگون متفرقه مورد دایر به ویتر. و من لم یحسن القنوت یقول، کسی که قنوت را نمیتواند یا نمیداند میگوید یا باید بگوید اللهم اغفر لی 3 مرات، باید بگوید اللهم اغفر لی، ای الله من رو مغفرت کن 3 مرتبه. او یا میتواند این دعا رو، این آیت رو بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. پروردگار ما در دنیا ما رو در دنیا نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی عطا فرما. و قنا عذاب النار، و از عذاب آتش، از عذاب نار ما رو حفظ کن یا ما رو نگاه دار. او یا رب یا رب یا رب، یا میتواند 3 مرتبه یا رب بگوید، یا رب یا اینکه یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، همه اینها یک شماریده میشوند، باقی ندارد. البته تا دمی که تا آن وقتی که انسان این دعا را حفظ کند. خب و اذا اقتدى بمن يقنط في الفجر، و اگر کسی اقتدا کند یعنی پیروی کند از پس امامی که در نماز فجر قنوت میخواند، قنوت میکند، با او میتواند ایستد. قام معه فی قنوتی، با او در قنوتش می ایستد. ساکتا فی الازهری، اما خاموش می ایستد طبقی قول ظاهرتر. و یرسل یدیه فی جنبیه، و در حالتی که آنها دستان خود را در دعا کردن بالا میکنند، این شخص میتواند دستان خود را در دو طرفش رها کند، یعنی انتظار شود تا اینکه امامش که پیروی دیگر مذهب را میکنند از قنوتش چی کند؟ تمام کند. و اذا نسی القنوت فی الوتر. خب اکنون در اینجا در موردی و فکرم تا آخرش در موردی فراموش کردن خواندن قنوت می باشد. خوب متوجه شوید، میگوید که و اذا نسی القنوت فی الوتر، اگر قنوت خواندن را فراموش کند در وتر، و تذکره فی الرکوع او الرفع منه، و کی به یادش رسد؟
به یادش رسد در حالت رکوع کردن، یعنی سوم رکعت را خواند، فاتحه، سوره، الله اکبر در حالت رکوع هست، یا اینکه در حالت بالا شدن از آن است، یعنی که سمی الله لمن حمیده، در این حالت است. لا یقنط، قنوت نکند. الکی دیر شده است، بهتر است که به قنوت بر نگردد، بلکه برای همین سهوش، برای فراموش کردن قنوتش یسجد للسهو، در آخر نمازش بعد از اون که سوم رکعت را خواند و رکوع کرد و سجده کرد و در قعده اخیر که نشست، بعد از تشهدش سجده سهو کند. این بهتر هست، این طریقه بهتر هست. اما اگر انسان سراسیمه شود، بعضی وقت سراسیمه میشویم که زود ما نماز خود را اصلاح کنیم، یک عمل دیگر را میکنیم. در این حالت میگوید که دویم صحنه این است که ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع. اما اگر کسی سراسیمه شده، مثلا اگر قنوت رو بخواند بعد از آن که سرش رو از رکوع بالا کند، مثلا این گونه تصور کنید، فاتحه رو خواند، سوره رو خواند، الله اکبر، در رکوع رفت، به جایی که دستانش رو بالا کند و رکوع و قنوت رو بخواند، الله اکبر، رکوع کرد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی الله لمن حمیده، که به یادش میرسد، خوب زود دستان خود رو دوباره میبندد و قنوت رو میخواند. گرچه که باید این گونه نمیکرد، اما اگر این گونه بکند دوباره رکوع نکند. بعد از اون که دعای قنوت رو به انتها رسانید، دوباره الله اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم نگوید، بلکه الله اکبر گفته، اگر باید داشته باشید سمی الله لمن حمیده، الکی گفت ربنا ولک الحمد، الله اکبر، یعنی الله اکبر بگوید بعد از دعای قنوت خود و سجده کند. و در آخر یسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الاصلی، باز هم سجده سهو کند. برای چی؟ برای اون که قنوتش زائل شد، یعنی که گویا که خراب شد یا جایش تبدیل کرده شد از محلی، از جای اصلیش. خب کسی اینگونه تصور نکند که من قنوتم را خواندم، سجده سهو ضروری نیست. نه، جایش را ندرست کردی، برای همین باز هم سجده سهو ضروری میگردد. خب اکنون ولو رکع الامام قبل فراغ المقتدی، دیگر چیز؟ اگر امام، اکنون این در مورد جماعت هست، اگر امام رکوع کند قبل فراغ المقتدی من قراءة القنوت، اگر امام بر رکوع رود پیش از آن که مقتدی دعای قنوت خود را تمام کند، برای آن که باید داشته باشید که هم مقتدی دعای قنوت را میخواند، هم امام. در ماه رمضان این عموما میشود که در جماعت نماز وتر خوانده میشود. اگر امام مثلا بر رکوع رود و مقتدی باز هم در مابین خواندن قنوتش باشد، در اینجا سوال هست که آیا پیروی کردن امام، متابعت الامام، آیا این باید یعنی آیا باید این قاعده یا این مسئله باید پیش مانده شود، یا اینکه انسان خودش باید قنوت رو تمام کند؟ در اینجا همین سوال خلق می شود. یا اینکه او قبل شروعه فیه و خاف فوت الرکوع، یا اینکه مقتدی حتی سر نکرده است، یعنی قنوت را، شاید نه در جمله یکم هست یا در بعضی کلمه ها یکم هست. اگر خوف داشته باشد که رکوعش با امام فوت می شود، باید با امام فوراً باید امامش رو متابعت کند، پیروی کند در رکوع. برای چی؟ برای آن که فراموش نکند که این مقتدی اجازت ندارد که یگان رکن رو به امامش ادا کند. برای همین، برای آن که رکنی رکوع کردن رو با امامش از دست ندهد، باید که چی کند؟ متابعت کند. ولو ترک الامام القنوت، و در حالتی که امام خودش قنوت نخواند، مؤتم باید بخواند اگر امکانیت داشته باشد، اگر این امکنه مشارکت الامام فی الرکوع، اگر تواند که او را بخواند یا ادا کند و باز هم بعد از خواندن قنوتش با امام در رکوع مشارکت کند و یک جایه باشد. مثلا اگر امام زود خوانسته باشد و بعد از فاتحه الله اکبر بعد از فاتحه و سوره اگر الله اکبر بگوید و به جایی که دستش بالا کند و قنوت رو بخواند چی کند؟ به رکوع رود. اگر مقتدی حدی اقل همین قدر کرده تواند که الله اکبر بگوید و یا رب یا رب یا رب بگوید، به این قدر وقت هست کو
میتواند اینقدر رو بکند و به جای دعای قنوت که وقتی دراز رو میگیرد همان کوتاه گویم که دعا رو یا رب اغفر لی چی بود در اینجا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی این گونه بگوید. این هم یعنی با جای همان دعای قنوت می شود از سبب کم بودن وقتش و میتواند هم این رو بکند و هم امامش رو بقب کند در وقت رکوع کردن. و اگر با امامش در وقت رکوع یعنی امامش رو در وقت رکوع کردن قبیده نتواند بقب کردن نتواند تابعه او رو پیروی میکند به همون قنوت. و شاید عموما چی میشود اگر امام فراموش کرده باشد در آخر سجده سهو میکند و مقتدی از پسش سجده سهو میکند و این برای ترک واجب چون که دعای قنوت واجب میباشد جبران میکند نماز را اصلاح میکند. ولو ادرک الامام فی رکوع الثالثه من الوتر. خب این اکنون در این جمله در موردی مسبوق میباشد. مسبوق کسی که پسمان شده باشد اگر امام را ادراک کند یعنی پیدا کند یا بقب کند در رکعتی در مخصوصا رکعتی سوم اما در رکوع سوم در رکوع رکعتی سوم از وتر یعنی که وتر را خواند امام بخشش امام در حالت خواندن وتر هست. خب و دعای قنوت را خواند اکنون رکوع کرد و مسبوق یعنی دویده می بیاید که امام در رکوع هست و در نماز شامل می شود الله اکبر می گوید و در نماز شامل می شود. اگر رکوع رکعتی سوم را با امام اگر درک کند یعنی پیدا کند بقب کند کان مدرکا للقنوت همچون کسی که رکعت سوم را مکمل یعنی قید کردگی هست یا قپیدگی هست یا اشتراک کردگی هست شمار می شود. یعنی به مانند کسی که رکعت سوم را پورا بقب کردگی هست شمار می شود. فلا یأتی به فیما سبق به پس در آخر نمازش ضروری نیست برای آن که رکعت سوم را مکمل دوباره بخواند چون که رکوع رکعت سوم را اگر بقب کرد به همین گونه شمار می شود که پورا رکعت سوم را با امام گرفت. تنها باید دو رکعت اول را چی کند اضافه کند. شاید شما برای این احکام یعنی ضرورت نداشته باشید اما فراموش نکنید که شما یعنی شوهر دارید. اگر شوهران شما این احکام را نمیدانند همچون تکرار با آنها درس دهید انشالله که به خیر هست و ثواب میگیرید و این چنین در فکر خودتان هم خوب میشیند. و این چنین فراموش نکنید که شما مادر هستید اولین مدرسه در آینده به پسران خود این چیزها رو باید درس دهید. چطوری که برای دختران خود باید مثلا احکام حیض و غیره رو درس دهید و دیگر چیزها برای پسران خود میتوانید که این احکام ها رو درس دهید. فرق نمیکند مدرسه میروند یا کسی دیگر درس میدهد شما هم میتوانید که اول شده درس دهید. خب و یوتر بجماعت فی رمضان فقط. خب میدانم که شاید مانده شدید من هم پشتم به حد در میکند سرم در میکند اما مجاهده میکنیم. خب من از احوال شما هم بخبر هستم برای حالت خودم هم میگویم که شما شوقمندی داشته باشید و صبر کنید انشاءالله تمام می شود. این آخران جمله رو میکنیم انشاءالله. یوتر بجماعت فی رمضان فقط تنها با جماعت نماز وتر رو میخواند در ماه رمضان یعنی که نماز وتر در غیر از ماه رمضان با جماعت خوانده نمی شود. صلاته مع الجماعة فی رمضان افضل من ادائه منفردا آخر اللیل فی اختیار قاضی خان. نماز گذراندن یا نماز خواندن با جماعت در رمضان بهتر هست از ادا کردنش تنها یا در حالت انفرادی در آخری شب طبق قول قاضی خان. این چی معنا دارد؟ یعنی نماز وتر رو با جماعت در اول شب رمضان در رمضان با جماعت ادا کردن بهتر هست از اون که تأخیر دهد و به جماعت در آخر شب نماز وتر را بخواند. چون که اگر باید داشته باشه در وقتی ما مستحباتی وقتی نمازها رو وقتی خوانده بودیم در آنجا ذکر شده بود که نماز وتر را در آخر شب پس از تمام نوافل و تهجد خواندن وقتی مستحبش هست وقتی بهترینش هست برای کسی که ینتبه الیه کسی که یعنی بیدار شده میتواند یا آگاه هست یعنی فوت نمی شود.
اما در ماه رمضان با جماعت خواندن این بهتر هست و این مخصوصی ماه رمضان هست. در قول قاضی خان این لقبی یک امام هست، یک شیخ، الحسن بن منصور ابن ابی القاسم الاوزجندی الفرغانی. خب اوزجندی فرغانی، خب این یک عالم حنفی بود که در سال 592 هجری از دنیا گذشتگی هست و این با لقب قاضی خان یا فخرالدین معروف و مشهور هست. در فقه حنفی یک فتاوا داریم با نامی یا با عنوان فتاوا قاضی خان، فتواهای قاضی خان. عموما در آخری فتاوا الهندیه چاپ می شود، چاپش هست، کتابی فتوای حنفی هست، یک امامی حنفی است. این رو یعنی بشناسید، نامش و سالی وفاتش کفایه میکند، کتابی مشهورش. و گفته است که هو صحیح، این قولی صحیح است و صح غیره خلافه، اما دیگر علما گفتند که دیگر اقوال صحیح تر هست. خب یعنی در این مورد اختلاف هست. امام شرنبولاری قولی قاضی خان رو در اینجا ذکر کرده است که نماز وتر با جماعت در رمضان خواندن این بهتر است از آن که انسان ترک کند با جماعت خواندن رو و در آخر شب بخواند. خب سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.